بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله متعال و تدبر معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت او تعالی زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه این توفیق و نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما خوبان در درسی دیگر از درس‌های شرح معانی آیات کلام الله مجید با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره همراه بشیم. ان شاء الله که مصاحف خود را آماده کردید و در مشاهده جمال زیبای این آیات با ما شریک خواهید بود. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 182 از سوره مبارکه البقره رو پیش رفتیم و در این درس هم بیاری الرحمة تعالی آیت دیگری از این سوره رو به تلاوت خواهیم گرفت. در آیات گذشته دیدیم که بعد از این که الرحمة تعالی در آیه عظیم و آیه بزرگ آیه 177 برای ما خلاصه دین رو بیان نمود و تصور درست از دین رو که مجموعه ای از اعتقادات و عبادات و اخلاق و معاشرات هست برای ما معرفی نمود. در آیات بعدی الرحمة تعالی صحبت از نظم اجتماعی کرد، صحبت از احکامی کرد که مرتبط است به احکام جنایی در جامعه، از آنجایی که برای انجام هر عملی در جامعه امنیت شرط اساسی است و در جامعه‌ای که امنیت نباشد حتی دینداری دچار مشکل می شود. الرحمة تعالی برای ما صحبت از موضوع قصاص کرد، قصاص که در آیه 179 فرمود ولکم فی القصاص حیاه. در قصاص برای شما حیات و زندگی است و تفصیل در این باره صحبت کردیم که چگونه قصاص می تواند، قصاصی که در ظاهر کشتن است، سبب زندگی شود، زیرا قصاص سبب میشه که قاتل جرأت نکنه که قتل انجام بده، سبب میشه که کسی که نیت کشتن داره دست نگه داره چون میترسه که کشته بشه و به همین خاطر مقتول کشته نمیشه و قاتل هم چون قتل نمیکنه در آینده قصاص نمیشه و کشته نمیشه و جنگ هایی که بعداً به تبع این بین دو طرف انجام می شود، دو طایفه، دو خانواده و سبب کشته شدن یک جمع کثیری می شود، همه اینها منتفی میشه، ناامنی از جامعه رخت برمی بندد و جلوی دزدان، چپاولگران، گردن بگیران گرفته می شود و امنیت در جامعه حاکم میشه چون طرف جرأت نمیکنه به راحتی دست به خون کسی دراز کند. بعد از این که الرحمة تعالی برای ما از قصاص گفت، باز صحبت از وصیت شد. الرحمة تعالی ثروتمندانی که ثروتی دارند اونها رو فرمود که وصیتی داشته باشید قبل از مرگتان، قبل از اینکه مرگتان فرا برسد و مناسب است برای هر کسی که پولی دارد، ثروتی دارد. الرحمة تعالی با تعبیر خیر از آن یاد کرد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. اگر خیری از خود به جای گذاشته، مال و ثروت زیاد بد نیست، شرطی که از راه درست و از راه حلال و جایز به دست آمده باشد. قرآن کریم مال زیاد رو اینجا خیر نامیده است. مال زیاد میتونه خیر باشه، مال داشتن بد نیست بلکه خیر است، چیز خوبی است و وگرنه الرحمة تعالی تعبیر خیر برای او استفاده نمی‌کرد. الرحمة تعالی فرمود که کسانی که مال زیادی دارن طبیعتاً قرضی داره، طلبی داره، بالاخره معاملاتی داشته، اینا نیاز به وصیت دارن. علاوه بر این که الرحمة تعالی فرمود به کسانی که در ارث و میراث شریک نخواهند بود، هر طرفی میدونه که هر کسی میدونه که بعد از من وارثان من چه کسانی هست، اما در این میان افرادی هستند که در ارث شریک نمیشن، اونها رو هم شریک بکنید
به مانند والدینی که احیانا در دین متفاوت هستند با فرد و جزء وارثین قرار نمیگیرند، یا از خویشاوندانی که جزء وارثین قرار نمیگیرند و احیانا چه بسا که فقیر هم هستند و نیازمند هستند. بنده متعال در این باره و وصیت و احکام وصیت برای ما اینجا اشاره فرمود که به تفصیل درباره اون صحبت کرد. در ادامه الله متعال بعد از اینکه صحبت از امنیت جانی در جامعه بود و اینکه چه مواردی و در رأس آنها بالاخره احکام جنایی چگونه مدیریت شوند و موضوع قصاص مطرح شد. بعد از اینکه قصاص رو به عنوان حیات مطرح کرد، قصاص سبب حیات جسمی می شود، جان ما رو نجات میده از دسترس قاتلان و از دسترس کسانی که به دنبال خون ما هستند. بعد از اینکه قصاص رو الله متعال سبب حیات جسم نامید، الان به حیات روح میپردازد الله متعال. موضوعی رو برای ما اشاره میفرماید که سبب حیات روح ما میشه. در یک جامعه هم جسم ما باید در امان باشد و هم روح ما باید در امان باشد. هم جسم باید حیات داشته باشه و هم روح باید حیات داشته باشه. آن چیزی که مانع حیات جسم میشد قتل و کشتار بود که الله متعال در این باره صحبت کرد که چگونه مدیریت بکنیم خونریزی رو و چگونه حفظ بکنیم جان خودمون رو و جسم خودمون رو. الان الله متعال برای ما درباره روح صحبت میکند، چگونه جسم خودمون رو حفظ بکنیم، چگونه روح خودمون رو حفظ بکنیم. موضوع را الله متعال اینجا اشاره میفرماید که این موضوع رعایت او و انجام او برای ما سبب تعالی روح میشود. قصاص جسم ما رو حفظ میکرد، این موضوع روح ما رو حفظ میکنه و پرورش میده و تربیت میکنه. و وقتی که روح در جامعه رشد کرد، شخصیت هایی که در جامعه هستند، روح اینها، شخصیت اونها، افرادی که در جامعه هستند یک روح والایی داشتن، یک روح خوبی داشتن، یک روح پاک و تزکیه شده‌ای داشتن و جسم اونها هم در امان ماند، این جامعه در امنیت کامل است. اینجا فضایی است که میشه در اونجا به راحتی زندگی کرد، رشد کرد و همه چی در امان است. این همون چیزی است که اسلام به دنبال اوست و اون خلافتی رو کرد متعال از انسان روی زمین میخواد این گونه برآورده میشود. در آیه 183 الله متعال یک عبادت بسیار بزرگی رو برای ما معرفی می‌فرماید در امتداد محتوای آیات گذشته که کمک میکنه به تعالی شخصیت ما و روح ما و ما رو رشد میده و سبب امنیت اخلاقی جامعه میشود، امنیت روحی جامعه میشود و زیبا میکنه جامعه رو، به خاطر اینکه افراد زیبا میشوند، رفتار اونها زیبا میشه، شخصیت اونها زیبا میشه و این تاثیر خودش رو در کل جامعه میگذارن. این موضوع روزه است، صیام، که یکی از 5 رکن عبادی اسلام است. یکی از مهمترین عبادت هایی که در دین مبین اسلام وجود دارد اون روزه است. الله متعال برای ما در آیه 183 و بعد در چند آیه درباره روزه صحبت می‌کند و عبادت روزه. در آیه 183 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید. این خطاب یا ایها الذین آمنو 5مین خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم است. اولین خطاب در آیه 104 ادب به رفتاری رو، ادب رفتار با الله و رسول رو برای ما نشان میداد و چگونه در برابر حکم الله و رسول رفتار بکنیم. آیه دوم یا ایها الذین آمنو در 153 همین سوره مبارکه بقره صبر و استقامت رو ما یاد داد. آیه سوم در آیه 172 باز یا ایها الذین سومی که آمده بود یا ایها الذین آمنو سوم برای ما از حلال و حرام گفت که توفیق عمل صالح نصیب می شود. آیه 4 صحبت از قصاص بود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل که امنیت جانی جامعه رو تامین میکرد. و آیه 5مین یا ایها الذین آمنوا خطاب یا ایها الذین آمنوا در قرآن امنیت روحی رو برای ما در بر دارد و الله متعال برای ما صحبت از صیام میکند. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کتب علیکم برای شما واجب گشته است، برای شما در لوح محفوظ تقدیر الهی رقم خورده است، این چیز مرقوم شده است، نوشته شده است و الله متعال برای شما واجب گردانیده است. کتب علیکم الصیام برای شما واجب شده است روزه. صیام در روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ارکان دین
5 تا هستن ارکان عملی اسلام. وقتی صحبت از اسلام در کنار ایمان می شود، ایمان عبادت‌های قلبی است، به اسلام عبادت‌های ظاهری هستند. این عبادت‌های ظاهری 5 تا هستند: شهادت لا اله الا الله، نماز، زکات، روزه و حج. روزه یا همون صیام به تعبیر عربی، کتب علیکم الصیام. صیام در لغت عرب صیام یا صوم از کلمه صوم گرفته شده. صوم به معنای خودداری کردن از انجام یک کاری است. صوم به معنای خودداری کردن، بازداشتن خود از انجام یک کاری، جلوگیری از انجام یک کاری. انسان خودش رو باز دارد از انجام یک کاری، خودداری بکنه از انجام یک کاری، این میشه صوم. مثلا ما در سوره مبارکه مریم آیه‌ای داریم که الله متعال میفهمند ملائکه خطاب به مریم گفتن که از جملاتی که به گفته شد این بود که شما بگو انی نذرت للرحمن صوما، من برای الله متعال نیت کردم که روزه بگیرم. اونجا صوم باز معنای روزه می در تحت رقبیش اینجا می شود که فلن اکلم اليوم انسیا، امروز خود رو باز می دارم از اینکه با کسی صحبت بکنم. روزه سکوت گرفته بود بانو مریم علیها السلام و خود رو منع کرده بود از سخن گفتن، باز داشته بود از سخن گفتن. در لغت صیام به معنای خودداری کردن از انجام یک کاری است. این معنای لغوی هست، معنای لغت کلمه صیام است. در اصطلاح بازداشتن نفس از انجام هر چیزی که سبب باطل شدن روزه می‌گردد، از طلوع صبح یعنی از طلوع فجر صادق، از فجر صادق خورشید هنگام اذان صبح تا غروب آفتاب یعنی تا اذان مغرب. طول روز یعنی از ابتدای روز که با طلوع خورشید شروع می شود، قبل از طلوع فجر صادق. طلوع خورشید یعنی اون موقعی که آفتاب میزنه، نه، طلوعی که نور در سپید دم دیده می شود یعنی اذان صبح. از ابتدای فجر صادق اذان صبح، از اذان صبح تا اذان مغرب انسان هر آن چیزی رو که منع شده است در طول روزه انجام بدهد از خود دور کند و خودداری بکنه از انجام این کارها: خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی با همسر. این مواردی هست که ممنوع هست در طول روز از اذان صبح تا اذان مغرب. این در اصطلاح می شود روزه، یعنی خودداری کردن از انجام هر آن چیزی که شرع ما رو منع کرده در طول روز از اذان صبح تا اذان مغرب. این می شود روزه گرفتن. روزه گرفتن: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه گرفتن برای شما واجب شده است همان گونه‌ای که کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه‌ای که روزه گرفتن برای کسانی که قبل از شما هم بودند واجب گشته بود. الله متعال می‌فرماید عبادت روزه تنها برای شما نیست، امت‌های قبل از شما هم روزه می‌گرفتند. اینجا مراد خود روزه است، کیفیت روزه متفاوت بوده است. اینجا کما کتب علی الذین من قبلکم خود وجوب روزه گرفتن است، نه کیفیت روزه گرفتن. یعنی روزه برای شما واجب شده همان گونه‌ای که روزه گرفتن برای امت‌های قبل از شما هم واجب بوده. یعنی پیامبران قبلی هم پیروان آنها روزه می‌گرفتند، اما خب کیفیتش تفاوت‌هایی داشته است. روزش، زمانش، چه روزهایی، از چه ماهی، چند روز رو بگیرن، تفاوت‌هایی در این بوده است، اما روزه داشتند. ما اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاق رو در رسالت تمام انبیای الهی می‌بینیم. آیات قرآن کریم اشاره به این موضوع دارد که اصول عبادات، اصول اعتقادات و اصول اخلاق در رسالت تمام انبیای گذشته هم بوده است. این چیزی جدیدی نیست، یعنی همه ثابت بوده است. اصول ثابت بوده، فقط فروعش فرق میکنه. یعنی مثلا روزه گرفتن، اصل روزه گرفتن در امت‌های گذشته هم بوده است، اما اینکه حالا چند روز از چه ماهی رو و چگونه روزه بگیرن، این تفاوت‌ها با هم وجود داشته است. الله متعال می‌فرماید روزه گرفتن برای امت‌های قبل از شما هم بوده است. قبل از شما هم امت‌های پیامبران گذشته روزه می‌گرفتند لعلکم تتقون، تا باشد که به تقوا برسید، به درجه تقوا برسید. تقوا چقدر در سوره مبارکه بقره موضوع تقوا پررنگ است. در سوره‌ای که صحبت از خلافت انسان روی زمین دارد،
در این سوره از ابتدای سوره که قرآن کریم میفرماید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هیچ شک و تردیدی در آن نیست که از سوی الله متعال است و هدایتی است برای کسانی که به دستورات آن عمل کنند. هدی للمتقین، تقوا یعنی اینکه اطاعت از اوامر الهی و دور شدن از آنچه که الله متعال ما رو از آن نهی کرده. و بزرگترین هدف خلقت آسمان ها و زمین است و هدف تمام اهداف است. الله متعال در همین سوره مبارکه بقره در آیه 29 میفهمد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. الله متعال هر آن چیزی رو که در زمین است برای شما انسان ها و جن ها آفریده است. و در آیه 97 سوره مبارکه انعام باز میفرماید و هو الذی جعل لکم النجوم، و او ذاتی است که قرار داده است برای شما تمام ستارگان رو و اون نظمی رو که ما در آسمان ها میبینیم. آسمان ها و زمین رو الله متعال میفهمند من برای شما انسان ها و جن ها خلق کردم. و انسان ها و جن ها رو برای چه خلق کرده؟ در آیه 56 سوره مبارکه زمر، در آیه 56 سوره مبارکه ذاریات میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و من خلق نکردم جن ها رو و انسان ها رو. جن ها رو ابتدا ذکر میکنه چون زودتر خلق شدن و بیشتر هستن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن ها و انسان ها رو خلق نکردم مگر اینکه عبادت منه الله با عظمت رو انجام دهند. اینها هدف از خلقت انسان ها و جن ها عبادت الله متعال است. و هدف از عبادت در آیه 21 سوره مبارکه بقره میفهمند یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای انسان ها پروردگار خود را عبادت کنید، اون کسی که شما را خلق کرده و کسانی که قبل از شما بودند رو خلق کرده تا باشد که به تقوا برسید. هدف از خلقت کل آسمان ها و زمین رسیدن به تقوا هست، دست یافتن به تقوا هست. و تقوا یعنی دور داشتن نفس، انسان خود رو دور نگه دارد از خشم و غضب الله متعال. تحت لفظی کلمه وقایه یعنی که انسان بین خودش و بین چیزی که به او ضرر میرساند یک مرزی قرار دهد. انسان خود رو دور نگه دارد، پرهیز کند از هر آن چیزی که به او ضرر میرساند. و در اصطلاح شرعی میشد اطاعت از آن چه الله متعال امر کرده و دوری از آنچه که الله متعال ما را از آن نهی نموده است. این میشه تقوا. هر عبادتی هدفش تقوا است. و عجیب است که اینجا الله متعال برای ما فرمود که روزه به شما تقوا می آورد. روزه این احساس رو در شما ایجاد میکنه، نیرو رو در شما ایجاد میکنه، نیروی تقوا، یک نیروی بازدارنده، یک نیرویی که این نیرو شما رو از انجام کارهای بد باز می‌دارد، نگه می‌دارد و شما رو به انجام کارهای خیر و کارهای خوب و عبادت‌ها سوق می‌دهد، شما رو حرکت می‌دهد. این نه تنها در عبادت روزه هست. قبل از این ما در موضوع وصیت داشتیم. الله متعال فرمود که وصیت هم که می‌کنید، وصیتی بنویسید حقا علی المتقین، حقی است بر گردن کسانی که متقی هستند، کسانی که ثروتمندان وصیتی داشته باشند. قبل از اون در آیه قصاص هم الله متعال باز اونجا هم برای ما صحبت از قصاص که کرد. فرمود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در قصاص هم الله متعال فرمود اونجا هم تقوا نهفته است. در آیه بر عظیم هم که مفصل درباره اون صحبت کردیم، الله متعال خلاصه دین رو برای ما معرفی نمود. در آیه برم الله متعال آخرش فرمود اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این همون کسانی هستند که صادق هستند، این همون کسانی هستند که به تقوا رسیدن. ما در آیات مختلفی در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره خصوصا می‌بینیم که بحث قصاص به تقوا مرتبط است، روزه به تقوا مرتبط است، وصیت به تقوا مرتبط است. آیات حج صحبت از تقوا میکنه، جهاد صحبت از تقوا میکنه، بحث مسائل خانوادگی حتی در بحث طلاق صحبت از تقوا میاد، در بحث اقتصاد و معاملات اقتصادی صحبت از تقوا میاد. همه اینها نشان از این دارد که زندگی یک انسان مسلمان لحظه به لحظه او با دین مرتبط است. دین تنها در مسجد در محراب خلاصه نمیشه. دین در لحظه زندگی انسان مسلمان، زندگی فردی و اجتماعی او نقش داره
و تمام اعمالی که انسان انجام میده، چه اعمال فردی، از اعمال قلب بگیرید تا زبانش، تا جوارحش، تا رفتارش با دیگران، اطرافیان، تا جامعه، همه اینها عبادت است، همه اینها دین است. در انجام همه اینها تقرب به الله متعال وجود دارد. همه اینها جزئی از تقوا است. تقوا تنها عبادت‌های ظاهری نیست. قصاص رو الله متعال تقوا فرمود، وصیت رو تقوا اشاره فرمود و رعایت مسائل اقتصادی تقواست، اخلاق تقواست، معاملات تقواست، معاشرات تقواست. همه اینها به تقوا مرتبط است. الله متعال می‌فرماید مفهوم کلی دین این هست که شما تقوا رو در زندگی بیارید و قرآن آمده تا ما رو به این برساند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه برای شما واجب شده است، همان گونه‌ای که بر امتیان گذشته شما واجب شده بود تا باشند که به تقوا برسند. روزه فقط تنها خوردن، نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه یک معنای عظیمی رو در خود دارد. ما در طول روزی که روزه هستیم نمیخوریم، نمیاشامیم چیزی را که در خارج از این روز، در شب حتی روزی که روزه گرفتیم، در شبهای رمضان یا روزهایی که روزه نافله میگیریم، خوردن اون شی یا نوشیدن آن شی برای ما حلال است. ما در طول روزی که روزه هستیم خود را از خوردن و آشامیدن اشیای حلال منع میکنیم و از انجام کارهای حلال خود را منع میکنیم. همسری در طول روزی که روزه هست با همسر خود همبستری نمیکنه، در حالی که برای او حلال است این کار و بلکه عبادت هم حساب میشود برای او این کار. از نوشیدن حلال ترین حلال ها که آب است، ما در طول روز رمضان خود رو منع میکنیم تا به این درجه برسیم که ای انسان مسلمانی که در طول روز رمضان آن شیئی رو که بدن تو به اون شدیداً نیاز دارد، آب و حلال است، برای خود منع میکنی. وقتی تو در طول روز رمضان حلال خارج از رمضان و حلال خارج از روزه را برای خود منع کردی، حرام که به طریق اولا منع است، حرام که همیشه حرام است. وقتی در طول رمضان، در طول روزه شما وقتی زبان روزه هستی، با زبان روزه حلال رو حق نداری استفاده بکنی، یک لیوان آب حق نداری بنوشی، یک لقمه نان حق نداری بخوری، حرام که به طریق اولا انجامش حرام است، اون که همیشه حرام است. ما در رمضان تمرین میکنیم برای ترک حلال تا بتوانیم به راحتی حرام رو ترک بکنیم. روزه رمضان، مکتب رمضان، دانشگاه رمضان ما رو آماده میکنه، تربیت میکنه برای مبارزه با حرام. ای مسلمانی که در روزه رمضان تو حلال برای تو ممنوع است، حرام که همیشه ممنوع است، حرام رو چطور میتونی انجام بدی؟ بر همین اساس رسول الله علیه السلام فرمود کسی که روزه رمضان روزه گرفته است، من لم یدع قول الزور والعمل به، کسی که سخن نادرست رو و عمل نادرست رو در روز رمضان ترک نکنه، فلیس لله حاجة، برای الله متعال هیچ نیازی نیست، الله متعال هیچ نیازی نداره به این که این انسان نوشیدن و خوردن رو ترک بکنه. انسان در ماه مبارک رمضان، در روز رمضان، انسان وقتی روزه میگیره، چه رمضان چه غیر رمضان، انسان وقتی روزه میگیره، این روزه نباید فقط برای معده او باشه، نباید فقط معده ما روزه باشد. روزه فقط برای معده نیست، روزه برای تمام اعضا و جوارح بدن است. وقتی معده ما که شدیداً ما به خوردن و نوشیدن نیاز داریم، ما این رو منع میکنیم از استفاده حلال، به طریق اولا باید چشم خود رو منع بکنیم از مشاهده حرام، به طریق اولا باید زبان خود رو کنترل بکنیم از گفتن آنچه که حرام است و ناجایز است، از دروغ گفتن، از غیبت کردن، از تهمت زدن، از توهین کردن، از بی احترامی کردن. به طریق اولا باید گوش خود رو منع بکنیم از شنیدن آنچه ناجایز است.
به طریق اولا وقتی که معده ما روزه هست حق نداره آبی بخوره که حلال است، قلب ما هم که در کنار اوست حق ندارد تصوری بکند که حرام است. تمام اعضا و جوارح بدن باید روزه باشه. روزه این نیست که من فقط نخورم و نیاشامم، چشم من هرچی میخواد ببینه، گوش من هرچی میخواد بشنوه، زبان من هرچی میخواد بگه، ذهن و قلب من هرچی میخواد تصور بکنه که من روزه هستم فقط نخورم. این روزه فایده ای نداره. رسول الله فرمود در لمتار هیچ نیازی به این نداره که شما تشنگی تحمل بکنی و گرسنگی تحمل بکنی. فلسفه و حکمت روزه رو بفهمیم. روزه گرفتن تنها این نیست که ما خودمون رو گرسنگی بدیم، یک رژیم غذایی بگیریم فقط معده ما روزه بگیریم، ما رژیم گرفتیم روزه میگیریم. تنها این نیست. اگر ما هدف ما این باشه که برای جسم ما مفید باشه، خب بله، انسان میتونه رژیم غذایی بگیره، ساعتهای خاصی رو هیچی نخوره، برای جسمش مفید است. صحبتی نیست تنها. روزه رمضان تنها رژیم غذایی برای جسم نیست، بلکه اتفاقا ما هم رژیم غذایی هم نمیگیریم، چون اگه قرار باشه انسان رژیم غذایی بگیره 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت در طول روزهای تابستان چیزی نخوره، بعد از افطار شروع بکنه دیگه سفره پررنگ از هر آنچه که جلوش هست، از چربی و از شیرینی و از نوشیدنی ها و بخوره. پزشکا همین رو هم نمیپسندن. رژیم غذایی هم نیست این. روزه رمضان، مدرسه رمضان، دانشگاه رمضان آمده است تا به ما یاد بدهد که چطور روح خود رو تربیت بکنی، به تقوا برسی، یک جسم خود رو حیاتی دوباره ببخشی، روح خود رو حیاتی دوباره ببخشی، شخصیت خود رو آزاد بکنی از بردگی شیطان و نفس، خود رو آزاد بکنی، تمرین بکنی، عادت بدی خودت رو به ترک حرام با ترک حلال. ما در رمضان حلال رو ترک میکنیم تا برای ترک حرام آمادگی بیشتری داشته باشیم. تمرین میکنیم برای ترک حرام با ترک حلال. حلال رو ترک میکنیم تا به طریق اولا بتونیم که حرام رو ترک بکنیم. به همین خاطر یادمان باشد روزه رمضان فقط این نیست که معده من روزه باشد، چشم تو باید روزه باشد، گوش تو باید روزه باشد، قلب تو باید روزه باشد، زبان تو باید روزه باشد، تمام اعضا و جوارح، دست و پای تو باید روزه باشد. رسول علیه السلام فرمود مسلمان اون کسی است که انسان‌های دیگر، مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امانند. و تمام اعضا و جوارح ما در رمضان تمرین نیست برای ترک حرام. وقتی حلال رو ترک میکنی، حرام رو ترک نکنی، چه فایده از این روزه گرفتن؟ عزیزی که سحری بیدار میشه، سحری میخوره، نماز صبح میخوابه نمیخونه. این مفهوم برداشت غلط از رمضان است. ما بعضی وقتا اشتباه فهمیدیم موضوعات رو. سحری بیدار میشه طرف، سحری میخوره که میخواد روزه بگیره، نماز هم خب نزدیک دیگه، نماز رو خوابش میگیره، میخوابه، بیدار میشه ساعت 7-8 نماز صبح رو میخونه. در رمضان هر چیزی رو سر جای خودش درست بفهمیم. رمضان مدرسه تمرین ترک گناه است و ما رو منظم میکنه و مرتب میکنه و عادت میده به ترک گناه و انجام عبادت ها. و یک جشنواره است رمضان که ما در این فرصت بتوانیم خودمون رو بسازیم. و البته روزه منحصر هم نمیشه به رمضان، ما روزهای نفلی هم داریم، ولی خب در رمضان واجب است. در متال میفهمند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه‌ای که شما رو به تقوا برساند، روزه‌ای که تمام اعضا و جوارح ما روزه باشند، ما رو به تقوا میرساند. چشم من هم خودداری بکنه از آنچه حرام است، گوش من خودداری بکنه از آنچه حرام است، زبان خودداری بکنه از آنچه حرام است، قلب و مغز خودداری بکنند از تصورات حرام، چون معده خودداری کرده است از آنچه حلال است. بقیه اعضا هم نباید کمتر از معده باشند. معده آنچه را که حلال است ترک کرده، بقیه به طریق اولا حرام رو باید ترک بکنند. ایام معدودت، الله متعال میفهمند روزهایی که برای شما روزه واجب شده است، ایام معدودت، روزهای کمی هستند، معدودن، تعداد مشخص و کمی هستند، یک ماه بیشتر نیست.
از 12 ماه سال 1 ماه هست، فقط 1 ماه هست. مجبور نیستید 12 ماه سال رو روزه بگیرید یا 6 ماهش رو روزه بگیرید. اگر 6 ماه می بود خیلی می بود، اگر 3 ماه می بود حتی خیلی بود. 1 ماه هست. از 12 ماه 1 ماه هست، یعنی از هر 12 روز انگار ما 1 روز رو روزه میگیریم. الله متعال میفهمد ایاما معدودات، روزهای بسرندک است. فمن کان منکم مریضا، اگر کسی از شما مریض بود، یک نفری از شما حالا مریض است، بیمار است، او علی سفرین، یا در سفر است، الله متعال میفهمد روزه بگیرید. اما اگر کسی مریض است، واقعا یک دکتر متخصصی تشخیص داده که این آقا، این خانم اگر روزه بگیره، این روزه گرفتن برای او ضرر جدی دارد و خطر جدی دارد. برای درمان او مثلا خب ساعتهای خاصی باید دارو بخوره، بیماری سختی داره، زخمهای سختی داره و این انسان مسلمان الان اگر روزه بگیرد برای جسم او ضرر دارد. فعلا میتونه بعدا مثلا بعد از پایان دوره درمان این کار رو انجام بده. فمن کان منکم مریضا، اگر مریض بود، او علی سفرین، یا مسافر است. عادتا مسافر به کسی گفته میشه که احکام شرعی سفر بر او اجرا بشود، به سفری بره که از لحاظ شرعی یک سفر شرعی حساب میشه که در مسائل فقهی درباره این واقعا بسیار مفصل صحبت کرد. انسانی که مسافر است، مسافری که سفر شرعی داره، سفری داره بیش از 80 کیلومتر و مدت سفری هم که میرود، یعنی روزهایی که میره در سفر، الاختلاف بین فقها هست، معروف و مشهورش 15 روز است که نیت 15 روز هم ندارد ماندن در جایی و حداقلش بیشتر از 80 کیلومتر سفر می رود. این آقا میتونه نمازهای خود رو هم 4 رکعتی ها رو 2 رکعت بخونه و ایشون میتونه روزه رو چیکار بکنه؟ این روزه رو بخوره. فمن کان منکم مریضا او علی سفرین، مریض یا کسی که مسافر است، فعدة من ایام اخر، پس روزهایی از وقتهای دیگر رو، اون روزهایی رو که میخوره بعداً روزه بگیر. میتونه که اخر جمع اخراست، یعنی در یک وقتهای دیگری مقدار روزهای خود رو کامل بکن. اون روزهایی که مریض بود، اون روزهایی که در سفر بود، چند روز است حساب بکنه، چند روز رو نگرفت، بعداً بگیره بعد از رمضان. حالا با هم در یک بازه زمانی پشت سر هم یا جدا جدا فرقی نمیکنه. بعد از رمضان هر وقت فرصت پیدا کرد بعد از عید روزهای خودش رو بعداً بگیرد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. انسان مریضی که دکتر متخصصی واقعا تشخیص بده که این بیمار نباید روزه بگیره. الله متعال میفهمد خب اجباری نیست. الله متعال سخت نمیگیره برای هیچ کس. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در پایان سوره مبارکه حج الله متعال میفهمد الله متعال برای شما در دین حرج نگذاشته است. در همین سوره ای بعد الله متعال میفهمد یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله متعال نمیخواد برای شما سخت بگیره. الله متعال میخواد که برای شما آسانی بگیرد. الله متعال میفهمد که در ادامه و علی الذین یطیقونه، از کسانی که مریض هستند، حالا کسانی هستند که خب اصلا امیدی نیست که این بیمار بعداً درمان پیدا بکنه. بیماری است که یک بیماری لاعلاجی است، بیماری بسیار طولانی مدتی است که مشخص نیست که اصلا کی این درمان پیدا بکنه. و علی الذین یطیقونه، و بر کسانی که یطیقونه از کلمه طاقه گرفته شده. طاقه به معنای انجام یک کار با مشقت و سختی زیاد. وقتی انسان یک کاری رو انجام بده با مشقت و سختی زیاد، اونو میگن طاقه. تعبیر دیگری داریم به معنای وسع، تعبیر دیگری به نام وسع داریم که اونجا وسع یعنی انجام دادن یک کار با راحتی و بدون سختی. در پایان سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله متعال هیچ کسی رو مجبور نمیکنه بیشتر از وسع او، یعنی به اندازه توانش. وسع یعنی
انجام یک کاری که در حد توان انسان هست. یک کاری رو که انسان میتونه انجام بده بدون سختی. الله متعال هیچ انسانی رو بیشتر از حد توان او مکلف نمیکنه. از هر انسانی به اندازه توان او میخواهد انجام بده. نمیتونه این کار رو انجام بده، خب انجام نده. فاتقوا الله ما استطعتم. الله متعال رو هر آنچه که میتوانید اطاعت بکنید دستورات او رو و دور کنید خود را از نهی او، آنچه که نهی کرده به اندازه توانتون. به همین خاطر الله متعال فرمود که مریض روزه نگیره، مسافر سختی داره براش نگیره. و علی الذین یطیقونه، در پایان سوره مبارکه بقره وقتی که الله متعال فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کسی رو بیشتر از حد توانش الله متعال مکلف نمیکنه. بعدش چند جمله بعدتر الله متعال میفهمد از دعاهای مؤمنان یکی این هست که میفهمند که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آنچه را که ما نمیتوانیم آن کار را انجام بدهیم مگر با یک شدت و مشقت و سختی فراوان، بر ما رو مکلف با آن نگردان. بارالله ما رو به کاری مکلف نکن که با شدت و مشقت و سختی فراوان اون رو انجام میده. طاقه به معنای انجام یک کار با شدت و سختی فراوان است. الله متعال میفهمد کسی که انجام روزه گرفتن برای او با شدت و سختی و مشکلات زیاد همراه است، این شخص هم میتواند که روزه نگیرد. پیرمردی، پیرزنی که هیچ امیدی هم نیست که بعداً روزه قضایی بگیرن، به سنی رسیدن که واقعا جسم اونها دیگه نمیکشه روزه بگیرن. اگر روزه بگیرن خیلی اذیت میشن. روزه گرفتن برای اونها بسیار سخت است، نمیتوانن روزه بگیرن. امید به این هم ندارن که خب مثلا من الان روزه نمیگیرم، 1 ماه بعد 2 ماه بعد میگیرم قضایی رو. مثل مریض نیست که مریض رو خب الان دکتر میگه شما فعلا در این مریضی هستین، 2 ماه بعد 3 ماه بعد میتونی بگیری، مشکلی نداره. یا در سفر، فرد در سفر هست اما خب سفرش تمام میشه، بعد از سفر میتونه دوباره روزه بگیره. اما افرادی هستن که بیماری اونها مشخص نیست کی تمام میشه، یا اینکه سن اونها به سنی رسیده که ضعف چنان بر اونها حاکم شده که امیدی هم نیست که در آینده بتوانن اینها روزه بگیرن. اینها نمیتوانن روزه بگیرن. و علی الذین یطیقونه، و کسانی که روزه گرفتن بر آنها بسیار سخت است و طاقت انجام روزه رو ندارن و مشقت و سختی وجود دارد، نه الان نه آینده، نه الان طاقتش رو دارن نه در آینده طاقتش رو دارن. آینده هم هیچ امیدی نیست چون پیرمردن، پیرزنن. اینها میتوانن که چیکار بکنن؟ فدیتون طعام مسکین، به ازای هر روز فدیه بدهن، یعنی معادل یک پولی رو بدهن. چقدر؟ طعام مسکین، غذای یک وعده غذا رو به یک مسکینی بدهن. ایشون یک وعده غذا اگر در منطقه‌ای که هست بره در مثلا یک رستوران غذایی بخوره اونجا، یک وعده غذای عادی متوسط چقدر میشه هزینه او؟ به اندازه همین مقدار پولی که برای یک وعده غذای خودش میدهد همین رو برای یک مسکینی بدهد. این میشود فدیه. چند روز روزه نگرفته، مثلا 30 روز رمضان بوده است، 30 روز رو روزه نگرفته، این پدر بزرگ، این مادر بزرگ روزه نگرفته. الان 30 وعده غذایی از قیمت غذای منطقه خودش، همون جایی که خودش زندگی میکنه، به اندازه همون 30 وعده غذایی حساب بکنه، یا اگر روزهاش کمتر بیشتر هست روزها رو مشخص بکنه، بیشتر که نمیشه 30 روز، اگر کمتر هست روزها رو مشخص بکنه، به ازای اون به مساکین به ازای روزه خودش فدیه بدهد. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. این برداشت درست از این آیه است با توجه به ادبیات عرب و آنچه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرموده است که این آیه همچنان حکمش درباره کسانی که پیرمرد و پیرزن هستند باقی است. یک برداشت دیگری هم برخی از مفسرین کردن که من باب امانت علمی ذکر می‌کنیم. گفتن که در ابتدای نزول آیات رمضان و وجوب روزه در ابتدا مسلمانان رو اجازه داده بود الله متعال که بین روزه گرفتن و بین پرداخت فدیه یکی رو انتخاب بکنن. در ابتدا حکم این بود که روزه بگیرن و اگر هم میخوان توانایی مالی کسی دارد
پرداخت بکنه به ازای روزه یک وعده به مسکین غذا بدهد. که این آیه با آیه بعد کله متعال فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که دید ماه رو و درک کرد ماه مبارک رمضان رو روزه بگیرد با اون منسوخ شده است. من با امانت علمی رو ذکر بکنیم که این رو هم ذکر کردن. اما عبدالله بن عباس میفهمد این آیه منسوخ نیست و یطیقونه اینجا به معنای این هست کسانی که روزه گرفتن برای آنها بسیار سخت است و اینها نمیتوانند روزه بگیرن مگر با مشقت و با سختی فراوان. اینها چیکار میکنن؟ اینها بیاین و فدیه بدهن. فدیه‌تون طعام مسکین. پس این آیه راجع ترش همون قول اولی است که خدمت شما عرض شد که این آیه برای اون عزیزانی است که سن اونها به حدی رسیده است که نمیتوانند روزه بگیرن، پیرمردها و پیرزنها، و به ازای هر روزی که روزه نمیگیرند رو باید فدیه بدهن. فدیه‌تون طعام مسکین، یک وعده غذایی به مساکین و نیازمندان پرداخت بکنن، یا خود غذا رو بدن یا معادل پولش رو بدن که اونها برای خودشون هر چه خواستن تهیه بکنن. فمن تطوع خیرا، اگر کسی آمد تطوع کرد، تطوع یعنی انجام یک کاری داوطلبانه بدون اکراه، کسی خواست بیشتر از اون حدی که برای او تعیین شده است پرداخت بکنه. فمن تطوع خیرا، کسی خواست خیری بکنه بیشتر از اون. مثلا الان واجب دیگه این هست که برای هر روز یک مسکین رو غذا بدهد. اگر اومد و 2 مسکین رو غذا داد، 10 مسکین رو غذا داد، بهتر. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر بیشتر داد برای او بیشتر است. میتونه که به جای اینکه یک مسکین رو بده غذا بده، مثلا یک وعده غذایی 2 مسکین رو غذا بده، 3 مسکین رو غذا بده، یا به جای اینکه مثلا یک وعده غذایی به یک مسکین بده 2 وعده غذایی بده، 5 وعده غذایی بهش بده. اگر بیشتر از این هم داد هیچ مانعی وجود ندارد و برای او بهتر است. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. یک برداشت دیگه رو هم برخی از فقها دارن، برداشت لطیفی است. گفتن که برای کسانی که توانمندی دارن که روزه بگیرن و هم توانمندی دارن که توانایی مالی دارن، خوب است که فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر دو رو با هم جمع کنن، هم روزه بگیرن. فمن یک برداشتی که از این نوعی میکنن و علی الذین یطیقونه، اون کسانی که طاقتش رو دارن میتونن. برداشت دیگری از این نوعی میکنن اون کسانی که طاقتش رو دارن که هم روزه بگیرن هم فدیه بدهن، هر دو رو انجام بدهن، هم روزه بگیرن هم یک صدقه‌ای داشته باشن. و صدقه در رمضان هم عبادت بسیار بزرگی است که رسول الله علیه السلام در رمضان تشویق میکرد که در رمضان صدقه بیشتر داده بشه. برای کسانی که توانایی دارن هم روزه بگیرن هم به ازای هر روز یک صدقه‌ای هم بدهن و اندازه یک وعده غذای مسکین برای اونها باز بهتر است. و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. و اما اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر شما میدانستید. و ان تصوموا خیر لکم، و اگر روزه بگیرید خیر لکم، برای شما بهتر است ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. روزه گرفتن برای کسانی که میتوانند روزه بگیرن، علی متعال میفهمد اولاتر این است که روزه بگیرید. مریضی که مریض هست اما میدونه که بالاخره خودش، بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خودش آگاه تر است به حال خودش، میدونه که من مریضی من به اون حدی نیست که من نتونم روزه بگیرم. اگر میتونه روزه بگیره، برای اینکه مریض هست، سرما خورده، مقداری بیحال هست، مقداری ضعف داره، ولی مریضی اون به حدی نیست که نتونه روزه بگیره. خصوصا روزهایی که بالاخره در زمستان است و روزهای کوتاهی است و هوا هم سرد است، زیاد فشاری برای فرد نمی آورد. مریضی احساس کرد که میتونه روزه بگیره بدون اینکه ضرری به او متوجه او شود. اگر دید که نه، واقعا مریضی که بیماری که دکتر تشخیص داده که این آقا، این خانم اصلا نباید روزه بگیره، جانش به خطر میفته، یا حتی مثلا ما خانم هایی که حامله هستن، خانمی که حامله است و پزشک تشخیص میده که شما نباید روزه بگیری، جان خودت و فرزندت به خطر میفته، اینها حق ندارن که روزه بگیرن. اما اگر شرایط طوری بود که احساس کرد میتونه روزه بگیره، میتونه روزه بگیره. یا مسافر، برای مسافر خصوصا الان در شرایطی که ما هستیم، مسافر در شرایطی که ما الان هستیم و سفرها عادتاً
با وسیله‌هایی است که وسیله راحتی هستند، چه وسیله‌هایی که روی زمین هستند از قطارها و اتوبوس‌ها شما بگیرید، یا خصوصا پروازها و سفر با هواپیماها که بسیار راحت تر است. اگر کسی خواست روزه بگیره مجبور نیست که بخوره. کسی که مسافر هست میتونه روزه بگیره. کسی نمیتونه مجبورش کنه که روزه نگیره. از رسول الله علیه السلام و یارانشان روایاتی آمده است که نشان از این دارد که احیانا در سفرها رسول الله علیه السلام و یارانشان برخی روزه گرفتن، برخی روزه نگرفتن. مثلا در روایتی آمده است که صحابه میفرمایند ما در سفری با رسول الله علیه السلام میرفتیم و در این مسیر به استثنای خود شخص رسول الله علیه السلام و عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه که روزه گرفته بود، بقیه روزه نگرفته بودن. در روایت دیگری آمده که ما در غزوه‌ای داشتیم میرفتیم، نصف ما روزه بودن، نصف ما روزه نبودن. کسانی که روزه بودن به کسانی که روزه نبودن چیزی نمیگفتن، و کسانی که روزه نبودن به کسانی که روزه گرفته بودن چیزی نمیگفتن. در سفر مسافر اختیار داره، میتونه روزه بگیره، میتونه روزه نگیره. اختیار با خودش هست که روزه بگیره و یا روزه نگیره، بر حسب شرایط خودش ببینه. اگر دوست داره روزه بگیره روزه بگیره، اگر هم دوست نداره روزه بگیره میتونه که روزه نگیره. و با وجود اینکه سفر راحت باشد، سفر آرام باشه، میتونه روزه نگیره و بعداً اختیار رو الله متعال این اجازه رو به او داده. چون مسافر عادتاً درسته که سفر راحت باشه اما در خانه خودش نیست، مسافر جای خودش نیست و یا میهمانه یا در هتلی هست، فضای مناسبی برای غذا خوردن، برای سحری خوردن شاید پیدا نکنه و غذایی برای افطاری پیدا نکنه، خود همین رفت آمد از این طرف به آن طرف او رو اذیت بکنه. و به خاطر الله متعال از اونجایی که اصل در دین آسانگیری است، برای مسافر، برای مریض، برای کسانی که واقعا توانایی این رو ندارن که روزه بگیرن، طاقت برای اونها بسیار سخت است، این حکم رو دادن. حتی در بحث وعلی الذین یطیقونه، کسانی که طاقتش رو ندارن روزه گرفتن برای اونها بسیار سخت است. درباره کسی که خانمی که حامل است برای بچه، و یا خانمی که حتی بچه شیر میدهد، خانمی که خودش بچه شیر میدهد، برای این بزرگواران هم فقها گفتن که برخی که میتوانند فدیه بدهند، چون که اینها هم بالاخره خانمی که الان حامل است بعد از اون در سال رمضان بعدی هم به معناست که بچه شیر میده، رمضان بعدی هم بچه شیر میده، یعنی 3 رمضان پشت سر هم رو ایشون در شرایط مناسبی نیست و در طول سال هم خب نمیتونه باز غذایی اون رو به جا بیاورد. یعنی وقتی که بچه رو شیر میده، خب در طول شیر دادن بچه باز همین مشکل هست، بعد از اون دوباره باز این سختی رو داره، 2 سال بچه شیر میده. و به همین خاطر برای کسی که حامل است و برای کسی که بچه شیر میدهد هم این رو گفتن که میتواند فدیه بدهد، چون بازه زمانی روزه گرفتن طولانی میشه و ضمانت نیست بعد از اون هم تازه بتونه که روزه بگیره. احیانا دوباره بعد از این 2-3 سال دوباره شاید حامله بشه برای فرزند دیگری و باز همین حکایت تکرار میشود. به همین خاطر برخی فقها در بحث فدیه برای پیرمرد، برای پیرزن، برای خانمی که حامل است، خانمی که خودش بچه خودش رو شیر میده، برای اینها این اجازه رو دادن که اینها فدیه بدهند. برای مریض اختیار دارد که میگیرد، یا اگر مریضی است که علاج ندارد بیماری او فعلا، شاید چند سال ادامه پیدا بکنه، اون هم فدیه پرداخت میکنه. و برای مریضی که میدونه مدت بعدی حالش خوب میشه، هر وقت خوب شد روزه رو غذاییش رو به جا میآورد. و برای کسی که مسافر است اختیار داره بگیره یا نگیره، بعداً غذاییش رو به جا بیاورد. و اگر بیماری میخواست که روزه بگیره و اما از دنیا رفت و روزه او ماند، رسول الله علیه السلام فرمود کسی که از دنیا برود و روزه به گردن او هست، وارث او از طرف او روزه بگیرد و از طرف او روزه گرفته می شود، روزه غذایی او به جای آورده می شود. الله متعال برای ما در ادامه درباره ماه مبارک رمضان صحبت می فرماید. در آیه 185 و 186 و 187 این 3 آیه باز الله متعال به تفصیل درباره ماه رمضان صحبت میکنه، جایگاه ماه رمضان صحبت میکنه و احکام دیگری که در این باب هست، دعا در ماه مبارک رمضان و احکام فقهی ماه مبارک رمضان و اعتکاف. این آیاتی که در این سوره ذکر شده، آیه 183 تا 187، اینها مهمترین آیاتی است که درباره ماه مبارک رمضان در قرآن کریم ذکر شده است و در جای دیگر از قرآن کریم نمی‌بینیم که به این تفصیل ما درباره ماه مبارک رمضان و درباره عبادت روزه اینقدر صحبت شده باشد.
و از اونجایی که وقت اجازه نمیده که به آیه دیگری هم بپردازیم و همینقدر اکتفا میکنیم و در برنامه بعد بیاری عبدالرحمتال به همراهی شما سروران آیات دیگری رو به تلاوت خواهیم گرفت. در آیاتی که پیش روی ما و شماست و عبدالرحمتال برای ما تفاصیل بیشتری از این ماه مبارک رو ذکر می‌فرماید. فراموش نکنیم که در پایان روزه فقط عبادتی نیست که ما رو از خوردن و آشامیدن منع کند. حکمت روزه گرفتن چه در رمضان چه در غیر رمضان این هست که ما تمرین میکنیم برای ترک گناهان، تمرین میکنیم برای اینکه روح خودمون رو مسلط باشیم، نفسمون رو کنترل بکنیم، به شیطان اجازه ندیم ما رو به دست بگیره، اختیار ما رو به دست بگیره. وقتی که ما حلال رو بر خود حرام میکنیم، حرام که به طریق اولا همیشه حرام است. خوب دقت کنید عزیزان، در رمضان در روزه گرفتن ما حلال رو برای خود حرام میکنیم، به طریق اولا حرام باید ترک شود. وقتی حلال رو ما انجام نمیدیم حرام رو که هرگز نباید انجام بدیم. فراموش نکنیم همون گونه‌ای که در ماه مبارک رمضان عبادت‌ها اجر و پاداش مضاعف دارد، گناهان هم به همون اندازه خطرناکن. در ماه مبارک رمضان الله متعال میفهمد حکایت رمضان، داستان رمضان هدفش این است که شما رو به تقوا برساند. تقوا باید در ما ایجاد بشه. اگر رمضان آمد و رفت و ما تقوای ما هیچ دست نخورد، نیروی ایمانی ما هیچ تغییری نکرد، ما بعد رمضان همون انسان قبل از رمضان بودیم، این رمضان ما به درد ما نمیخورد. رمضان باید در من تو یک تحول ایجاد کنه. من بعد رمضان باید با من قبل از رمضان فرق داشته باشم. ایمان من، تقوای من بعد رمضان با ایمان و تقوای من قبل از رمضان باید تفاوت داشته باشد، بهتر شده باشه. از کجا بفهمم روزه من قبول شده، رمضان من قبول شده؟ اگر من بعد از رمضان آن گناهانی رو که قبل از رمضان انجام میدادم ترک کردم، من روزه من قبول شده است. من مفهوم روزه رو فهمیدم، من رمضان رو درک کردم، من رمضان رو عبادت کردم. روزه برای دست یافتن به تقوا است. روزه مدرسه و تمرینی است برای ترک گناهان، نه فقط رژیم غذایی گرفتن. الله متعال با من و شما مشکل شخصی نداره، نعوذ بالله، که روز آب نخور و غذا نخور. نه، این نیست. تمرینی است برای ترک حرام، برای آنچه که ممنوع است. روزه، صوم، یعنی بازداشتن نفس از خوردن و آشامیدنی که حلال است تا به طریق اولا حرام رو انسان انجام ندهد و خود رو باز دارد از انجام حرام. در رمضان نباید فقط معده ما روزه باشد، بلکه چشم ما و گوش ما و زبان ما و مغز ما و قلب ما و دست ما و تمام اعضا و جوارح ما باید روزه باشد و خود را باز دارند از هر آن چیزی که رضایت الله متعال در آن نیست و تلاش کنند به سوی هر آن چیزی که رضایت الله متعال در آن است. وقتی به خاطر رضایت الله متعال خوردن حلال رو ترک میکنی، هیچ مناسب و شایسته نیست که انجام حرام رو هم ترک نکنی. تا دیدار دیگر همه شما سواران به الله متعال میسپارم. الله یار رو نگهدار. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.